جمهوری اسلامی وجود داره، نتونیم جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم و نتونیم دولت دموکراتیکی رو در ایران به وجود بیاریم، یکی از دلایلی که وجود داره اینه که ما نمیتوانیم رهبر مشخصی رو پیدا بکنیم و این رهبر مشخص رو نمیتونیم به نمایندگی از خودمون به عنوان رهبر انتخاب بکنیم و همه پشت سر اون وایسیم. واقعیت اینه که پیدا کردن یک رهبر باعث میشه که اون رهبر به شکل یک رهبر کاریزماتیک در بیاد و رهبر کاریزماتیک اتوماتیک خیلی از اون خواستهای دموکراتیک رو زیر سوال میبره. این که مثلا این رهبر به تنهایی بتواند تصمیمات بزرگی رو بگیره و قدرت و به اصطلاح اون اعتبار رو داشته باشه که بتونه این تصمیمات رو بگیره بدون اینکه شخص خودش به عنوان یک رهبر کاریزماتیک تأثیری در آینده داشته باشه،